حاجی معروف گوشتگی تاجیکی التماس وزمه تعلیمات وجنم گوشتگی تاجیکی وزمه برن سلیمانوف التماس گوشتگی تاجیکی وزمه سمت دکن هستن بچه ها هستن باید دعوت کردن که بزرگ گوشتگی تاجیکی وزمه سر شده وزمه یه بچه برایید دو پلوان یه بچه برایید حاجی بسیار یک اصول زیبا رو نشان داد کم در غیرت کردن کن کم در آفرین سلامت باشه حاجی حاجی هم پشم شده آفرین یک کپلومی برای حاجی بسیار خب اصول زیبا نشان دادن در این کشتگی کورش خب مرحمت مهمان حریف خود انتظار است از منطقه سیوم خب پهلوان از منطقه خود ما از صاحبای میدان و پهلوان از منطقه سه فکرم پهلوان شبکبوج از منطقه سیوم و پهلوان دیگر از منطقه خود ما از صاحبای میدان و هر دو پهلوان موفقیت‌های آرزو میکنم و راستی که من مینه‌داری خودم را به کارگران وزارت کارهای داخلی میرسونم که امروز برای خاطر ترتیبات جمعیتی ما در اینجا اشتراک کرده ایستادم و برای ما خدمت کرده ایستادم بار دیگر من نوروز خوجستپه همه کارگران وزارت کارهای داخلی را تبریک میکنم و همشان موفقیت برای کار آفرین ببینید چقدر کشتگی زیبا چقدر اصول زیبا آفرین مهمان آفرین مهمان یک گلنده میرسونم که چون هر سال اینا هر وقت راستی که نوروز ما اشتراک نمیکردن این سال با تشبوسی رئیسان محلشان خوشتن با تشبوسی عبدالرؤف چقدر میبینید دسترخوان خود را دسترخوان نوروزی خود را گذاشته ایستادن راستی که مینه‌داری خودم را من بیان میکنم بچه‌ها که دیلسه اکای مرزالتان در یاری من نشستگیم مینه‌داری خودم را من بیان میکنم پهلوانا غیرت کنید نه صابیدن بشود اگر وزماشو طوری نگیرن دم گیرن یا خوش کشتی گرفتن یا با خوش رو اول دستاشو پیچن سه بار پیچن التماس همون کشتی گرفت تاجیکی التماس سر درونتر عشقنه درونتر میدان سر خالی نماید التماس آفرین التماس پهلوانو دستای خود را سر نتید التماس همین خودش من تحقیق کردم میدان برآمدن خودش یک شجاعتی یک دلیری را شما حالا بازم در این دسته قبول نمایی دولت و از منطقه سیم غالب آمدن توفیق دولت فسپوری سلامت باشید پهلوانا سلامت باشید بسیار اصولهای زیبای کشتیگیری دارید پهلوانی که نه با حاجی گوشتی میگیرن نه بسیار اصولهای زیبای کشتیگیری دارن راستی که من در چند جشن نوروزی ها این پهلوان را دیدگی هستم
بسیار اصول زیبای گوشتگیری دارد. ما نگه بود حاجی تصمیجان با اجازه داور گوشتگیری سر کنید. هر دو پهلوان‌های گوشتگیر کورش برن بسیار خوب اصولهای زیبای گوشتگیری دارند. سال پنی میدان شد دوباره سال پنی میدان باید شکلی گوشتگیری کورش. التماس پا نپیچید. همین پاچک پاچیدن پاچک خودتون میگید بکنید. نه پاچک نپیچید التماس. ستیل ورتالیات بده. خب پهلوانایی که از زاده همین دیاری ما هستند از ولایت سوب زندگی و کار و پاورند می‌نمایند مرحمت. برای دست چپ کنم پهلوان‌ها شتگی هستند. دوستان مسجد پهلوان‌های بسیار خطهای دراز زیبا دارند. برای مرحمت میدان ما انتظار شما امام الدین مرحمت میدان با. باز دیگه ما میلادار خودم را با شما بیان میکنم که نفر بعد پهلوان یک دقیقه وقت جدا کرده شد. غیرت کنید پهلوان التماس سر پنی میدان را بر التماس غیرت کنید پهلوان. الو سلامت باشید سلامت باشید. خشم مشاهده جای اپیزود زور گرفته. سلامت باشید توفیق پهلوان حاجی سلامت باشید شما. راستی گپ ندارم من برای خیلی گوشتگی‌های زیباتون. میدان برآمدن خودش یک دلیری رو می‌شود. حاجی خودم یک غالبیت دارد. آفرین حاجی آفرین. بسیار دستی بخیر دارد. جماعت‌های از قشلاق‌های بسیار راق و پل دارد. بعد پهلوانان موفقیت ها عرض می‌کنیم. حاجی سلامت باشید. راستی گپ چقدر که بزمی به میدان ما بیاد همین قدر زیب و زینت میدان ما میبیاد. راستی گپ این گوشتگی خودش یک راستی گپ این جشنی بابای و گذشته‌های ما همین نوروز گوجستفای رو با خصوصا با همین گوشتگی‌ها پیش‌روز می‌گرفتن. بسیار اصول‌های زیبا دارد این گوشتگی کورش و خصوصا گوشتگی تاجیکی. غیرت کنید پهلوان‌ها غیرت کنید. آفرین نعمت جان یک چشم لبای. خب پهلوان‌ها هرچه از منطقه سیم یک تاش از قشلاق راق و یک تاش از قشلاق پلدارک برد پهلوان‌ها موفقیت. باید سراغ گوشتگی تاجیکی میگیره نه؟ ولی با گوشتگی نماد گوشتگی تاجیکی پهلوان از صاحبای میدان خب سراغ جان حریفی خود انتظار است مرحمت. هم از میمین پهلوان یگان نفر باشد مرحمت به میدان از میمون خصوصا از میمون خوش میکنیم برویان. بچه میدان برده بچه میدان برد برو التماس برد برو برد پاچک نپیچید التماس همین آزاد برداشته یا سری سرون اجازه دادگی ما التماس با همین پهلوانان موافقت. غیرت کنید پهلوانان غیرت کنید.
برای بچه بود میکنم برای پهلوانا اگر باید میکنن سلامت نشده بلاش کامودی همون بچه که در پیش نیستن التماس سال درنامو باش کنه التماس های اون طرف مردم شده تماشا کار ساده التماس بچه هم این طرف سال قفوتر التماس اون طرف مثلا اکاشتی و اکای بزرگ ما تماشا کار ساده بانی مردم در بیرون نزد حساب کنم میکنم غیرت کنید در پهلوانا غیرت کنید سلامت باشید التماس پهلوانای محترم بگذار خلط دستاتون سر نته التماس خودش توفای بای ما سلامت باشید دلما تو جناب نبا خوب هر دو پهلوانا از منطقه سیم یک تا از قشلاق روغ یک تا از قشلاق پالدارک با هر دو پهلوان موافقت آرزو میکنیم او پهلوان التماس وکیل تامون شما گوشتین و پهلوان تشکیل کردن برادر خرسندی کنید راستی که تمام مردم چشمای تماشا دارد پهلوان هیچی نداره آداب دارد آداب پهلوان با چی میشناسن با آدابش همه من متصدی با خوشتو میکنم التماس برای بیرون یک نفر داره جمع میشه خیلی بیون میشه نوروز خجسته همه تا مبارک باشد همجوران عزیز خب نوروز خجسته پای ما دوام دارد والا در میدان گوشتینگ کورش غیرت کنید هم پهلوانا غیرت کنید هم پهلوانا من راستی که من نداری خودم رو به متصدی میدان مینمایم که راستی که ترتیب انتظام میدان ما رو خوب ترتیبات آورد استادن اما گوشتی که تاجیکی هم باشه به خیلی 3 دقیقه زیاد شد میتونه جاویدان باید دم شده یا دستگیر هم دم شده راستی که بازمای دیگر خب گوشتی که کورش 1 دقیقه بخش دو کرده شد و گوشتی که تاجیکی هم غیرت کنید هم پهلوانا غیرت کنید لو من همین بله مهمان التماس به گپ متصدی ما گوش اندازه التماس حرف پیدا میکنیم ما التماس همون پیش گردی میدان میشتگی التماس 90 تا رسید دادر میتره گوشتینگ میگیرید خب پهلوان از منطقه سیام عارفی خود از صاحبای میدان جمعیف به هر دو پهلوان موافقت آرزو میکنیم راستی که هر دو پهلوان هم بسیار پهلوانای پرتجربه هستند بسیار اصولهای زیبای گوشتینگی رو میدونند خب گوشتینگ تاجیکی باشد سهراب جان از صاحبای میدان با کمربند سفید و با کمربند سیاه از منطقه سیام غیرت کنید پهلوانا غیرت کنید حسابی نمیشود گوشتی که تاجیکی میراکنه جاویدان در همون خط نگذارن سالیستر و چونکه بچه هم گوشتی گیری سوده هم حسابی نمیشود کم تر برداره کم تر از این برداره حسابیده نمیشه غیرت کنید هم پهلوانا غیرت کنید هر دو پهلوان هم وزمه هستن میدونم هر دوشان وزمه نه
مرد پهلوان 1 دقیقه بخشیده کرده شد. غیرت کنید در پهلوان. سلامت باشید. سلامت باشید. پهلوان گوشتگی تاجیکی چی شد؟ نه حسابه لازمی تو باید راه پردارک. خب هر دو پهلوان از منطقه سوم یکتر از قشلاق راق و یکتر از قشلاق پلدارک هر دو پهلوان موافقت آرزو میکنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. راستی که پهلوان از منطقه خود ما از صاحب میدان آفرین شما. آفرین دادر شیرین. آفرین. مهمان غالب آمده. مهمان راستی که بسیار اصولای زیبا دارید. در مجونم راستی که بسیار مردم انسانه مهمان دوستان مهمان نوازن. پهلوانان خواهش میکنیم که هر التماس هر اقداد حرمت و احترام مهمانداری و مهمان نوازی خود را بین‌آور گیرید. خب پهلوان از منطقه سوم صاحب غالب شدن. خب کشتی میگیره. شد برای توفشان دادن. حاجی امیروف و پهلوان از منطقه سوم از قشلاق راق مرد پهلوان موافقت. غیرت کنید پهلوان. آفرین. سیدامد چی باید شد؟ التماس از بیرون میدان دخالت نکنید. جخیر دوبار ما راستی گپ عذر. التماس سیدامد نظاره کنید. نظاره کنید. آفرین. سلامت باشید. نما جان تو فشته. سلامت باشید. یک دست از قشلاق پلدارک و یک نفر دیگه بفرا از رو مرد و پهلوان موافقت آرزو میکنیم. نوروز خجسته همتون برادرای شهری مبارک باشد. راستی گپ گوشتگی تاجیکی التماس وزمه داده رو دنامات تو جنم وزمه برد بحث کو بچه میده دیگه قبول نکنید. بچه میده که برون فرمای کشیدی هر جا شدت خوش رو گوشتگی ما تماشا کنید بکن. یا غیرت کنید در پهلوانو. غیرت کنید. آفرین. سلامت باشید. میکنیم. هر دوشان وزمین هستن. کدومش غالب برای یک گلیم شده. نما جان یک گلیم تیار کنید. کدومش از زمین غالب باید یک گلیم شده. سلامت باشید. من راستی گپ مناداری خودم رو به این صاحب کاری زنده دل صاحب کاری دل شیردار نعمت جان معرفی میکنم که دین راستی گپ گلیمو رو بیارده میم دادر شیری ما گرفتیم. دین راستی گپ پولکی گفتم امروز از سال دوبار دیگه تعریف کنم. خدا خواهد گلیموی بپول برای من تقدیم میکنم. رحمت دادر شیری. رحمت. ما راستی گپ بسیار صاحب کارای باورو داریم. راستی گپ بسیار انسانای خاکسار داریم. بسیار جوانای همت بلند داریم. راستی گپ نوروزی همتون مبارک باشد همدیران عزیز. جاویدان هم بچه مرد التماس
Vay kunit. Bazmi daro gushtiga khor rostiga hurmat ehtirom hamma qadar bishad. Rostiga gufte do'stlar man do'stlar qabul to kardam. So'ng okir ziyabor bazmi rostiga bardi palvon ya daqiqa vaqt do karda shud. G'ayrat kunida palvon, g'ayrat kunida. Palvon agar har shon asem boshan gushtigi tojiki bayon palvon xudo hastan ku gushtigi tojiki. Buram bara bacho giriftan giran. Memona boshan bara ma gushtigi tojiki. Palvon mana harfi khud intizor az mana barodar az mintaqi seyum. Usuli gushtigi tojiki. Mana hastan ku bache baydir bero kunet gushtigi mana gushtigi Vazmek 70 60 80 تا 100 120 اجازه یا نفرشون قبول کنند یا نفرشون قبولش دیگه صفا این منطقه غیرت کنید پهلوانو غیرت کنید نهرو یا طرف عبدالرشید بگفی داور گوشندازه تیموس سلیمانوف چی میگون؟ پالو گوشتی که کراش پلوانا غیرت کردن و باتشنام غیرت کردن هم ممید مخلصا بازی شما تماشا دارن که دو پلوان چخیل گوشتی میگیرن راستی که باب مره یک قالین هسته کدامش قالی بیاد همین گیریم نصیب همانام میگردن Akasi dama. گوشتی تاجیکی توفشته یاد دست میگیرن دم شده یاد دست میگیرن مالش دم شده خوب سلامت باشید سلامت باشید نه دم شده پلوان هر شب از من طالب جا التماس دست سرنت دارم التماس التماس وزمات و وزمینم من میدونم دیگه دست سرنت میشه چنار کنم خیلی سلام خوشا اگر این دست سرنت من شما رو غالب میکسو میکنم غیرت کنید پلوانو غیرت کنید سلامت باشید برد و پهلوان تشکر برد و پهلوان تشکر بسیار گوشتینگای زیبا نشان داده تشکر پهلوانو تشکر